این پازل به پازل دو صلیب یا مربع مشهوره. یکی از پازل های قدیمی و جالب قرن 17. شما با 7 قطعه باید بتونید 2 صلیب بسازید یا همه رو در قاب مربع جای بدید. ساختن اولین صلیب و قرار دادن برخی قطعات در قاب کار ساده‌ایه، اما پر کردن کل مربع با همه قطعات چالش اصلی این پازله. خلاصه راه حل روایت شده اینه: برای تکمیل مربع قطعات صلیب رو گوشه یا وسط قاب قرار بدید و بعد قطعات باقی مونده رو به این شکل تکمیل کنید. سپس با خارج کردن همه قطعات به سراغ ساخت مربع میرید. پازل جایی پیچیده تر میشه که فقط یک ترکیب درست برای قرار گرفتن همه قطعات وجود داره و باید قطعات رو دقیق و با حوصله کنار همدیگه بچینید تا مربع تکمیل بشه. این پازل مشابه تانگرام هاست، اما کمی چالش برانگیزتر و جذابتر. پازل های از این دست فراتر از سرگرمی و مهارت حل مسئله هستند و خلاقیت آدم رو تقویت میکنند که تجربه نشون داده خیلی ها از حل چنین پازل هایی واقعا لذت میبرند.